و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن یک برادر ما که می در افغانستان هستیم، مثلا سعودی اعلان کردنه، یا می سعودی تقریبا یک دو ساعت پیش اعلان کردم یا یک و نیم ساعت پیش که فردا دوشنبه روزه اعلان کرده. آیا بگیریم نگیریم یا بانیم؟ افغانستان میگه اعلان نکرده، یا بعضی کشورها میتونه بعضی اعلان میکنه بعضی نمیکنه. چطور است می دوستا؟ این در اختلاف فقها مجتهدین حتی از دور سابق است. ائمه مذاهب اربعه چهارگانه هم اختلاف دارن که یعنی در ماه رمضان یک چیز اتفاقی است که تمام مذاهب که روزی رمضان در ماه رمضان فرض است که ماه دیده شود، مهتاب. زیرا الله در قرآن میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هر کس از شما حاضر شد در ماه رمضان، یعنی فمن شهد، کسی از شما شاهدی داد از شهر ما را، فلیصم، روزه بگیره یا حاضر شد روزی. و یکی سوره بقره 365. و دیگر رسول الله صلی الله علیه و حدیث است سوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. یه حدیث هم صحیح است و میگه پیامبر میگه سوموا، روزه بگیرین، روزه بگیرین لرؤیته، یعنی به دیدن مهتاب. به دیدن امام مسلم در باب وجوب صوم رمضان لرؤیت الهلال از کتاب سیام نقل کرده است. یه حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سوم و روزه بگیرین بر دیدنش و افطر افطار کن لرؤیت، یعنی هر وقت که دیدین ماه شوال باز افطار کنین. این دلیل قرآن. و اختلاف در بینشان دیزی خود اتفاقی است که اگر مهتاب یک شهر میبینه یا یک سرزمین میبینه و دیگه شهر نمیبینه، حال فعلا اون شهرها بود طالب مملکت ها شدن، سابق یک حکومت بود. جمله اقوالشان 4 قول است، یعنی 4 نظر است. یکی است که وقتی که میگه مهتاب، قول اولی است که دیده شود در یک شهر، یکی از شهرهای مسلمین، لازم میشه تمام مسلمان ها رو که با او عمل کنند. مثلا سعودی دید، می سر کلگی لازم است که عمل کنه. یا یک شهر دیگه از مسلمان ها، یک سرزمین مسلمان ها دید که اونوی خودر، یعنی زیاد فرق نباشه در بینشان، مثلا 1 ساعت یا 2 ساعت فرق است، یعنی شب و روز نداره، شبشان شب است، روزشان روز است، زیاد فرق نداره. وقتی که دید سر کلگی لازم میشه و روزه واجب است که روزه بگیره. این رأی، این نظر حنفی است، یعنی خود حنفی هم میتونه مشهور از حنابلة و این لیث بن سعد انتخاب کرده است. و مثلا بعضی نصوص عبارات مذهب حنفی است. در فتح القدیر شرح کنز و شرح هدایه است، بسیار مشهور است. در کتاب فتما می و اذا ثبت فی مصر لزم سائر الناس فلزم اهل المشرق برؤیت اهل المغرب فی ذا المذهب. می وقتی که در یک شهر لازم ثابت شد دیدن مهتاب، لازم است با بالای همه مردم که روزه بگیرند. می لازم میشه اهل مشرق را به رویت اهل مغرب، یعنی اهل مغرب که مهتاب دید سر اهل مشرق هم لازم میشه که روزه بگیره. در فی ظاهر المذهبی، در ظاهر مذهب میگه میطور است. باز ابن عابدین زیاد میکنه می و المعتمد عندنا، معتمد به نزد ما ای است. خب ایره خو گفتیم کی گفته؟ ابن قدیر، ابن الهمام، فتح القدیر چیز است، جلدو صفحه 243. ابن عابدین حاشیه رد المحتار جلدو صفحه 393. یعنی با وجود که دو کتاب حنفی بسیار مشهور است، خب باید افغانستان خب بایی بکنه، اما حالا که افغانستان اعلان نمیکنه، سعودی اعلان کرده، گفتن اعلان نکرده، این دیگه تقریبا خلاف مذهب خودم میکنن. کار که چه هدف دارن والله علم که چه هدف دار. در حال کتاب های معتبرشان رد المحتار، یعنی فتاوای شامی، فتاوای ابن عابدین، در جای از این گپ میزنن که دهی آمده، دهی این انتخاب کرده و ابن الهمام محقق حنفیس امیر انتخاب کرده. اگر که قول دیگه مزحناف است خو چی است مشهور نیست. میگه هر شهر خودش ببینه، هر شهر میگه خودش ببینه، خوب شهرت نداره. در مذهب حنبلی مثلا کتاب الانصاف، کتاب حنبلی است، میگه اداره الهلال اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. میگه وقتی که مهتاب ببینی اهل یک شهر، لازم میشه به مردم کلشان که روزه بگیرن. لا خلاف فی لزوم الصوم الا من را، خلاف نیست میگه در لازم بودن واجب بودن روزه کسی که دیده. و اما من لم یرو، اگر کسی ندیده او را،
این کان مطالب متفق، اگر محل طلوع اتفاق باشد لازم اوسام سر کلگی لازم میشه، یعنی فرق زیاد نباشه. و این اختلافت مطالع، اگر اختلاف در مطلب بود، در طلوع مهتاب بود، فصحی من المذهب لزوم سوم ایزنه، میگه صحیح مذهبی است که روزه لازم میشه همچنان سر کلگی. مغنی یک کتاب دیگه حنبلیات میگه و داره الهلال اهل بلد لازم جمیع البلاد هستم. اهل یک شهر میگه که دید مهتاب سر کل شهرهای مسلمان ها لازم میشه که روزه بگیره، یک شهر که دید. این قول لیس هم است و این مذهب حنبلی است. لیس یک از مجتهدین. پس در جمع حنبلی ها و حنفی ها رای بعض مالکی ها و بعض شافی ها هم است. مثلا المنتقى کتاب از ایناست میگه و داره اهل بصره تلال اهل بصره اگر ماه رمضان میگه مهتاب شب بینه ثم بلغ ذلك اهل الكوفه، این میگه به اهل کوفه برسه، و المدینه به اهل مدینه یعنی در سعودی، و الیمن به یمن، فالذی رواه ابن قاسم، آنچه که ابن قاسم مالکی و ابن مهب از مالک روایت کرد، لازم ما سیام سر کل شهرها میگه روزه لازم میشه، سر یمنی ها سر مدینه و اینا. او القضا یا میگه قضا لازم میشد این فاطلت اگر ادا چی شد قضایی بیاره. این هم کتاب مالکی ها و چیز. و در طرح تصریب عراقی می قال آخرین دالو یا به بلد لازم اهل جمیل بلد، وقتی که دیده شاید در یک شهر سر کل شهرها لازم میشه روزه. و لیزا با قاضی ابو طیب، قاضی ابو طیب رویانی و قال انه ظاهر المذهب واختار جميع اصحابنا و قال بغوی الشافعی، امام شافعی را از بغوی نقل کردگی سعین گپه. پس این یعنی اقوال علمای مذهب است. ادلهشان قرآن سنت گفتیم. یکی دلیلی بود که فمن شاهد منکم الشهر فلیصم، کسی که حاضر میشه شما ماه شاهدی میته شما ماه رمضان فلیصم، باید تو روزه بگیره. این در دلیل با وجوب روزه است، یعنی هر وقت ثابت شد دخول شهر بر رویت بدیدن، وقتی که ثابت میشه بدیدن یک شهر میگه لازم میشه کلگی به عمل و ای گرفته میشود به این میگه لازم میشود استدلال که آیت عام است. معنایش قسم تبری گفتم من دخل علی شرکت داخل شد به این شهر رمضان و این مقیم بود در خانهش به فعلی صوم شهر کل ماه روزه رمضان روزه بگیره. از سنت حدیث ابو هریره است نبی صلی الله علیه و سلم قال صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، روزه بگیریم برای دیدن مهتاب و افطار کنیم برای دیدنش. فإن غم علیکم الشهر فعدوا الثلاثین، اگر ابری شد به بالای شما ما با 30 روزه یعنی شعبان حساب کنین بعد از او بگیریم. این هم حدیث این مسلم قبلا بیان کردیم. و در کشاف القنا چیز آمدگی است از حنبیه میگن هذا خطاب للامت کافتا، این خطاب برای کل امت است. فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد لازم جميع البلدان، هر وقت ثابت شد دیدن مهتاب در یک شهر کل شهرها لازم میشه که به او عمل کنن به می دیدن. و به این استدلال میگه یوخذ علیه الخطاب موجه لأهل کل بلد، خطاب پیامبر برای کل شهرها یعنی کل سرزمین های اسلامی را پیامبر حکم کرده که روزه بگیرن، یک کسی دید کلگی بگیره. فمتى ثبتت الرؤيا، هر وقت ثابت شد دیدن مهتاب فی بلد یک شهر از شهرهای مسلمان لازم جمیع من فی البلد الصوم، تمام کسایی که در شهر است روزه لازم است و لازم جمیع البلد و لازم نمیشه میگه در کل شهرها. خب در این میگه از این فهمیده میشود که هر شهر یعنی روزه بگیرد، هر شهر روزه بگیرد. خب این خب از حدیث یعنی استدلال علمایش همی مذهب اول. و از معقول هم میگه مهتاب که است یک نام است در بین دو شهر، ماه یعنی که است یک ماه نام در بین دو مهتاب و این ثابت شد امروز، پس در کلش لازم می شود به نص یا به اجماع. پس هر وقت که ثابت شد که روز رمضان است آدمای ثقه شاهدی داد باید روزه بگیرن. چرا تفریقه تحکم میگه جدایی حکم به دلیل میکنه، هیچ کدام دلیلی که تخصیص واجب کنه وجود نداره. خوب این قول اول است یعنی مشهور است، حنفی‌ها که بکنن عمل و امی راجع هم است یعنی که بقدر فرق شب و روز نباشه روزه بگیرن، امی خوب است. و در وحدت مسلمان هم یک چیز میه معتمد در مذهب مالکی مضمون چیز که میگه مذهب دوم مالکی است، وقتی که مهتاب میگه یک شهر دیده شود میگه لازم میشود که روزه کل شهرهایی که نزدیک است بگیرد، دور است بگیرد، هم دور و نزدیک بگیره، اما شهرهایی که بسیار دور است با لازم نیست میگه. و اینا هم دلایل اول میگیرن
خب شهرهای دور باز استثناء میکنن، میگه جهت اجماع شهرهای دور. مثلا در مواهب الجلیل کتاب مالکی است، میگن الحکم به ثبوت رمضان یعم کل من نقل عنه. حکم به ثبوت رمضان کل کسایی که به اون نقل میشه عام است. اذا نقل به شهادت عدلین، وقتی که دو عدل شاهدی بیته و نقل به استفاده بشورت و اجماع العدم الحق رویتی ما بوده، و اجماع کردگی استند که میگه ملحق نمیشه دیدن ماه رمضان کسایی که دور است. کل اندلس من خراسان، مثلا اندلس از خراسان، اندلس اسپانیا چقدر دور بود، یعنی حتی شب روز شاید فرق بیاد. قول سوم میست که اذا روی الهلال فی بلد لازم صوم ما قرب، میگه وقتی که مهتاب در یک شهر دیده شد روزه کسایی که شهرهایی که نزدیک است به اونا لازم است، نه شهرهایی که دور است. این قول جمهور شافعی است و یک نظر حنابلة است، بعض حنفیه و بعض مالکیه را گفته. خب باز اقوالشان هم نقل شدگی است در اینجا. و دلایل قولم یا دلیل قولی است که سر شهرهای دور میگه لازم نمیشه هر شهر خودش ببینه. اما حدیثی است که ما مسلمی را روایت کرده و ام فضل بنت حارث میگه عبدالله بن عباس روان کرده بود با معاویه به طرف معاویه در شام. این میگه من در شام آمدم فقط حاجتم یا حاجتم پوره شد و میگه واستحل علی رمضان. رمضان یعنی به ما آواز شد که رمضان. ما در شام بودم، میگه مهتاب دیدم در شب جمعه. باز آمدم در مدینه در آخر ماه، در آخر ماه میگه آمدم سوال کرد از ما عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. بعد از او میگه مهتاب چیز کرد که گفت که شما کی دیدین مهتاب؟ میگه ما گفتم ما در شب جمعه دیدیم. گفت که تو خودت دیدی؟ میگه ما گفتم بله، مردم هم دید، روزه گرفتن، معاویه هم روزه گرفته. بعد از او گفت که میگه عبدالله بن عباس گفت لکن رأینا لیلة السبت، ما یک شب شنبه دیدیم، یعنی شما شب جمعه ما یک شب بعد. فلا نزال نصوم، همیشه روزه میگیریم حتی نکمل 30 نکمل، یعنی تکمیل کنیم سیره او نراو یا ببینیم. فقلت ما گفتم اولا نکتفی برویت معاویه و سیام، ما کفایت اکتفا نکنیم به دیدن معاویه و روزش؟ قال فلانی هكذا امرنا رسول الله، قسم امر کده ما رسول الله صلی الله علیه و یعنی دلیل از یا حدیث است که هر شهر یعنی خودش ببینه. وجه استدلالش چیست که علی عبدالله بن عباس اهل مدینه یعنی به دیدن اهل شام اعتماد چی نکردن، عمل نکردن. و عبدالله بن عباس میگه رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرده که یعنی شهر خودشان ببینه. این دلالت به این میکنه که از اجتهادش نیست و اطاعت از امر پیامبر کرده. حدیث حجت است در این که یعنی کل شهرها مکلف نیستن بلکه هر شهر خودش ببینه. خب ولی این حدیث بعضی ها چی میکنه که این میگه یک نفر شاهدی داده بود به این خاطر یا عمل نکردن. کسایی که حدیث رد چی به این عمل نمیکنن، میگه این کسی که اهل مدینه به این خاطر میگه افطار نکرد که کریب وحده او به یک نفر شاهدی داد. دو تا باید مرد شاهدی بده یا مشهور شود. به خاطر شاهدی یک نفر عمل نکرد، اگه زیاد می بود باز عمل میکردن. دوم حجت در مرفوع است از روایت ابن عباس، نه در اجتهادش. مرفوع کرد مخالفش است مثلا حدیث صحیح که پیامبر صلی الله علیه و بخاری مسلم میگه که لا تصوموا حتی تروا الهلال، روزه نگیرین تا اینکه مهتاب ببینید، ولا تفطروا حتی تروا، افطار نکنید تا که ببینید. فان غم علیکم فاکملوا العده 30، اگر ابری شد با 30 را پورا کنید. این میگه خاص به یک ناحیه نیست، به یک شهر و دیگه، بلکه خطاب برای کل کسایی که مسلمان هستند. استدلال میگه به این میشود که دیدن هر شهر ضروری نیست بلکه یک شهر که دید کفایت میکنه. خب دوستان می دو قول دیگه مشهور است که اگر هر شهر چی، ولی بهتر همیست جمهور یعنی اکثریت قولشان همیست و دلایل هم وجود داره که یعنی بهتر همیست که یک شهر که اعلان کرد شب روز فاصله دمنشان نباشه کل شهرها بگیره. اما اگر هر شهر هم میگیره او هم مشکل نداره، یعنی هر شهر در این جنجالی گپا بکار نیست. و حنفی‌ها که هستن روایت مشهورشان امی است که یک شهر که اعلان کرد دیگر را بگیرن. بارک الله فیکم. دیگر در این باره جنجال گپا بکار نیست. ای تو نگوید که ولد ما یک روز خوردیم مثلا، این صحیح نیست. اگر شهر نمیبینه باز در دیگر روز اعلان میکنه و به حساب بعدی را پورا کنن.
خب اتفاق خوب است که یک شهر میبینه شب و روز در بینش فاصله نباشه، کلگی بگیره، این بهتر تر است. بارک الله فیکم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا.